سریال‌های بعضی کشورها رو که می‌بینی، یعنی خب بازیگرا برای خودشون عزت نفسی دارن، هر کدوم خب مشخصه که باشو با احترام برخورد شده، کارگردان یا تولید کننده گشته هر کسی که مناسب اون رول بوده پیدا کرده و جایگزینش کرده. اینقدر خوب نقش خودشونو بازی میکنن چون هر کسی خودشه، ادا نمیده، مصنوعی نیست. بعد فیلم‌های یه نفرم می‌بینی مثلا 10 سال 20 سال بعد خب نقشایی که بازی میکنه حرفه‌ای‌تره، خیلی پیشرفت کرده تو کارش. ولی بعضی کشورها هر کسی سعی میکنه خودش نباشه، به قدری مصنوعی که آدم کلا متوجه میشه که اینا دارن نقش بازی میکنن و لهن می‌بینی خب انقدر خواستن برن تو نقششون، یادشون رفته خودشون باشن، به جای اینکه یه نفر بیاد کشفشون کنه خودشون دارن خودشونو به هر آباتیشی میزنن که بتونن برن توی یه نقشی رو بازی کنن. شاید سلیقه شما اینجوری نباشه ولی بیشتر فیلمایی که طرف خودشن رو بیشتر به دلم میشینه ما خانوما، چون زبان بدن رو متوجه میشیم، از حرکات و اینا متوجه میشیم که کدوم فیلم طبیعی تره به دل آدم میشینه یا کدوم فیلم خب مصنوعیه بازیگراش.